بدترین اشتباهی که کردی؟ یه دونه بازی سپاهان و شموشک بود. هادی عقیلی دوباره طبق معمول به من با سر داد. من اومدم توپو بگیرم، کورنر نشید، توپو گرفتم و دستم در اومد، افتاد جلو فوروارد، گرفت زد تو گل. 1-1 شدیم، 1-1 جلو بودیم. برگشتنی داشتیم، برمیگشتیم، اومدم تو ماشین محسن بنگر نشستم ناراحت. بعد محسن گفتش که این دوست منه، بازیکن شموشک و عقب نشسته بود. سلام علیکم همینجوری چرخیدم، هی داشتم به خودم بد و بیرا میگفتم. زد رو شونم، گفت آقا سید تو رو خدا هرس نخور، منم اون کسی که گل رو زدم. گفتم که یه چرخیدم نگاهش کردم، گفتش که ولی با این گل 2 سال دیگه قرارداد من تمدید کردن، تازه بچه دار شده بودم، وضعیت زندگیم از این رو به اون رو شد. گفتم خب خدا رو شکر با یه سوتی دادیم، حداقل یه نفر 2 سال قرارداد تمدید کرد.